نامش را گیر و گوشش را کش. دامولا زیا خوش آمدید. وقتی که شما به خانه‌مون می‌دروید باور کنید خانه‌مون پر نور می‌شود. تشکر خانم، تشکر. خوش آمدید. یا خدایا بخیر است انشالله. عجبا کی باشه در این ساعت؟ کی میشده است؟ رفیقتان شفقت نباشد؟ خدا او نباشد. بسیار خندیده، عاقبتش بخیر شود. آقای اکرم لبایی در نزدی در یک خانم داملوزیو رو میپرسند. یک خانم آمد است میگویی؟ بله اما خانمی ناشناس. کی است؟ نمیدونم. شاید از محله یگون زن باشه. زنی دهاتی است اما از محله ما نیست. خیر بگذارید درآید. حاضر. مرحمت. مولای ساختکار، تو ما را در دهات گذاشته با این دختری بای خانه دار میشوی ها؟ حیف بر تو، حیف. خداوند جزای تو را دهت خانه و درت بیچوزد مولای ساختکار. من؟ ای خانم شما چی ها میگوید؟ چرا اینجا فریاد زده ایستاده؟ تو نشون میدیم چه گفتنم رو اینجا بیا. شما دیوانه اید مرا میزنید ها؟ میدونی چرا تو رو زدم؟ این با تو کم از کم. آیا شمایان این زن رو میشناسید؟ من نمیشناسم. آقای اکرم شما میشناسید؟ نه من از کجا میشناسم داماد؟ با خدا که من هم نمیشناسم. اگر تو نشناسی چرا پس برای تو شلاق زد؟ گفته اتون هیچ منطق ندارد خانم تولین. مرا شلاق زد گفته باید او رو بشناسم. زهرا این زن کیست؟ از کجا دانم اپا جان؟ آقای زیو. نمیشناسم. باز میگویی که من رو نمیشناسی ها؟ توف، حیف با تو. با خدا دیوانه است. با خدا قسم این زن دیوانه است. نمیشناسم او رو. نمیشناختی کن؟ میشناسی که زن رو دیوانه گفته ایستاده ای. خدایا توبه. خانم تولین این چه خیلی منطق است. هرچی گفتن گیریم این مسئله حل نمیشود. همین خیلی نه آقای فرخ. بله یک دقیقه این زن کیست؟ مرا دیوانه نکنید. ما هم نمیدونیم بابا. باز اکنون دیوانه شدیم از یا ها؟ لیکن درست تو آدم را دیوانه میکنی. تو چی ها میگویی ها؟ تو هیچ از خدا نمیترسی ها؟ باز دامولایی ها؟ زیا تو زنی 15 سال همراهت بوده را در دیه گذاشته در اینجا کیف صفا داری؟ زنش؟ بابا جان چی؟ زنش؟ باز 15 سال زنش بوده است. آفرین. زیو این زن چی میگوید؟ و دروغ میگوید. تو چی گفته ایستاده ای؟ چه خیل زن؟ با خدا من این زن رو نمیشناسم. چه خیل نمیشناسی؟ مگر این زن تهمت میکند؟ حقیقت را میگویم.
آقای فاروق گوش کنید، یعنی با این منطق مسئله رو حل کردن نمیتوانیم. راست میگوید این خیلی یگون کار حل نمیشود. فاروق درست میگوید؟ چه خیلی درست میگوید؟ با درست گفتنی وای کجا این مسئله رو حل میکنه ده؟ تولین من چی گفتم ها؟ من چی گفتم؟ چی گفتم؟ بیزن تو چی گفتن تو میدونی آخر؟ در نزد این آدم ها از تهمت کردن من شرم نمیداری؟ زهرا، آقای اکرم، در حقیقت این زن رو من در حیاتم یگان بار ندیدم. با خدا چی در دوره چی میخواد این رو نمیفهمم. بیزن آیا تهمت کردن به ما میزبد؟ تو کسی نامت رو حتی نمیدونم. قیصر بی فراموش کردی؟ قیصر بی؟ بگو اکنون بگو، مرا برای همین ها ترک کردی ها؟ برای همین ها؟ برای همین رو کریم کرده ها؟ برای همین زنهای سری لوچ و بی تربیه مرا ترک کردی؟ ما رو بی تربیه بیزن چهل ترک کردم، ما با تو هیچگاه یک جای نبوده. یک جای نشده باشم کودک از کجا پیدا شده؟ از پیش خودش؟ چی؟ باز کودک داشته است. نه خدا ها؟ کودک هم داشته است. آفرین. یا توبه دروغ میگوید، والله بالله دروغ میگوید. به گپ این زن باور نکنید. مرا که قبول نکردی کودک را هم قبول نمی کنی ها؟ اقلا با خودت میگرفتی کودک آخر 5 ساله است، قدش نمی قدر شد. ای خدایا این خواب است. خب من حاضر از خواب میخیزم. بله دامولازیا، این باید یگان سبب داشته باشد. همین خیل نه؟ این زن از پیش خود چرا دروغ گوید؟ بله دومولوزیو، با ما یگان سببی انیق گوید که باور کنیم. بله زهرا، من هم انتظارم شرح میدهی؟ سببش رو من میابم اپا جان. نه من سببش رو از او انتظارم. یک دقیقه من با تو اویله دارم. اویله داری؟ کودک هم داریم. بله. پس شهادت نامه نکاحت رو نشان ده. گویا با من نکاحی رسمی کرده باشد. آخر خودت نکاحی دینی کردی کو؟ لطفاً باور نکنید به این زن دروغ میگوید. روی راست به ما دروغ میگوید. با خدا من گپ ندارم دومولوزیو. در ده یک زن، در شهر یک زن، با فکرم که در تمام جا زنتون هست. نکاح رو هم خودتون کرده اید ها؟ خودش گفت، خودش گفت که هر دوش برای من یک اینش رو کنیم. اگر حقهای بشر رویم آن وقت رسمیش رو میکنیم. این رو با دهانی خودش گفت به من. با خدا میزه بد گپ نیست. نکاح رسمی رو با زهرا، نکاح ملاگی رو با دهاتی. چه زور نقشه کشیده ای ها؟ این شرمندگی از پدر. اگر من این خیلی کار میکردم چی میشود؟ زورا میکند هیچ گپ نیست. تو چه ها گفتنی دخترم؟ تو چه ها گفته ایستوده ملی؟ تمام پریشان نمیشوی، موضوع رو عوض نمیکنیم. با همونی گفت. بله فرق. آفرین با تو. این کارو کی با آخر میرسونی؟ کنی یگون چیز بگوی؟ چی گویم؟ تولین جان با خدا این شرمندگی است. شما هم همینطور نکنید آقای فاروق. گوش کنید مرا، این زن دروغ میگوید. با خدا که دروغ میگوید، مرا باور کنید آخر. حالا همین کار میکنی ها؟ تو نامرد. میشه بیا کجا میروی ها؟ کجا میروی گپ نه؟ دستم را میشکنی سیاه التجا میکنم نکن. های بازم اشکار ظلم کرده ایستوده. پرتافتنت بسی نکرد که باز با او ظلم میکنی دومولوزیو. چخیل پرتافتم؟ کدام ظلم رو میگوید؟ ندیدید ها؟ شب پاتی زد، برویم توف کرد. برعکس او با من ظلم کرده ایستاده. برای تو کم است میارد. خانم و شوهری من است، شما دخالت نکنید. هم نقص میبینه هم میزنه. چه شوهر یا قدرت رو اینقدر پس نکن. پگاه به مکانی که نگاه کرده بودیم بیا پسرت رو بار آخر ببین. ای کجا رفتی؟ چی؟ خواهش میکنم با من بگو یگان چیز لطفا. السلام، من شوکت. شما رو در اینجا یکون بار میبینم. کیسته؟ من قیصر بی
15 سال باز زنی نکاحی دوملوزیو هستم. یا خدا ینگه، من از جماعت دوملوزیو دوست نزدیک او هستم. شوکت، شاد شدم ینگه. حاضر میفهمم این زن دروغ میگوید. من این زن رو نمیشناسم. این زن همسر من نیست آخر. بس است. گم شو از اینجا. کجا گم شوم؟ نو شیراز شدیم، صحبتمون گرم شده ایستاده است. نه وقت ندارم، یک طرف ایستاد. آی بیوا اینجا بیا، با تو گپ دارم. چی رو گپ میزنی؟ من گپ هایم را در داخل گفتم. اگر گپ زدن خواهی به مکانی مرا فریب کرده است میایی، در آنجا گپ میزنیم. زنی احمق، مرا گوش کن. دوملوزیو ایست. حالا با تو با میخوری لبای خودی حاضر همه حقیقت را فهمیدن میخواهم. دیدید ها؟ از قفای زنش چخل میدود. دیوانه بار. مادر مگر آنها آیله دارن؟ انا اینجا کار نمیکنم. چه خیلی شما آیله دار بودنتان را از من پنهان میکنید؟ خانم زهرا، شما هم به این زن باور میکنید گریخته ایستاده است. من باید با او گپ زنم. برادر گوش کن، با خدا من با تو گپ ندارم. نخود به برادرت نگویی. شوکت، رو از اینجا، سرم رو بیرون نکن. خانم زهرا گوش کنید. دوملوزیو خودی حاضر همش را فهمانده میدهید به من. چی را فهمانم؟ من تا حال هیچ چیز را نمیدانم. به شما چی علاقه دارد؟ به همه کار همراه نشوید. التماس. آخر شما یک دم خاموش نمیستید که بابای اکرم شما را دیدن میخواهد. خدایا توبه. میآیم شهناز. بابا جان چقدر نفس گیرید، چقدر شهناز. پدر جان خوب است یاری تاجیل دعوت کنم. کارت برار گرفت. زهرا خانم، ینگه زهرا، بسیار عذر میپرسم. اگر ناحرمتی نشود، من برادرم زیا یعنی دوملوزیو را خوب میشناسم. آداب و اخلاق همه چیزش را میدانم. او نیتی خوب دارد، کمتر عروسباز است، قلب بسیار نازک دارد، بسیار دوتاز میکند، اما در موضوع عائله دار شوی جدی است. در حقیقت همه این تا دوره شما بود. تمام. به خدا او دیگر عروسبازی نمیکند. عروسبازی ها؟ عجبا. کی میداند باز چند زنی که با آنها نکاح کردید به اینجا می آید. یا خدا توبه، چرا امشب هیچ کس با من باور نمیکند؟ من با یگون کس عائله دار نشدم. من با عائله دار شوی کار ندارم. بله همینطور. مرا در نزد حبل انتظار شوید. من بابایم را دیده می آیم. بابا جان به شما چی شد؟ بابا جان مرا ببخشید. این خیل شدنش را نمیدانستم. ببخشید. شما خوب هستید؟ هیچ گپ نیست، خوبم. عروسبازیش چی؟ تو چی گفتنت رو میدونی ها؟ عروسبازیش چی؟ عروسبازی از کلمه تاجیکی گرفته شده، معنایش از پس دخترهای ای بچه دامت رو گیر. باز یک جون میزنم که از تولد شدنت پشیمون میشوی. پیش در رفتار. خوبم. چرا با من نگفتی؟ چی رو شوکت؟ عائله دار بودنت رو. شوکت گوش کن، مرا دیوانه نکن. به همان هم جین هایم برآمدن. با من این طور گپ زده دیوانگیم رو نبرار. دمت رو گیر. آرام باش برادر، من تنها تو رو سنجیدم، یگان نیتی بد نداشتم نسبتی تو. من برای سنجیدنم مگر؟ برادر جان، یا مقال روسی است کو دویریای نوپرویریای. آن زن هم نقش پروفسیونالی بود، اکتریس زور بوده است. همه باور کرد، لیکن قریب من هم باور میکردم. لیکن من جورای خیرس نه، جورای تو هستم. برای همین باور نکردم تا آن زمانی که خودت نفهمی. چی رو فهمم؟ چی رو؟ آمده 1000 بالا را به سرم رفت. استغفرالله. گوش کن برادر، در زیر کاسه یگان نیم کاسه هست. چرا نباشد این زن این خیل کرد؟ یافتم. چی رو یافتی؟ با من فهمون. این زنی بدبخت دید که تو آدم پولدار هستی، خواست از تو پول کند. با من سفسطه‌گویی رو بس کن شوکت. من پول دارم مگر؟ پول دارم؟ اینجا کپ دیگر است. چی باشد اما نمیدونم. این چخیل می شود؟
نفهمیدم. پدر جان برای این کار غمگین نشوید. خوب شد که سری وقت فهمیدیم. حالا سری وقت بود که ما همه این رو بفهمیم. برای این شکر باید گفت. زهرا جان. ها جان بابا جان. یکتایی من، یکتایی من. بابا جانم. مرحبا بخش. اگر برای آیله دار شوی تو را مجبور نمی کردم. تو این خیل قرار ناگهانه نمی دادی. بابا جان، جانی من، لطفاً خودتان را گناهگار نکنید. در این شما چی گناه دارید؟ او در پیشانی نوشته نشده است. از کجا میدونستی؟ از کجا میدونیم که این کار حقیقت دارد یا اینکه نه ینگه؟ حالا هیچ چیز را نمیدونیم. شاید آن زن دروغ میگوید. زهرا باوریم نمیآید که بابا در این حالت است و تو حال و هم دامولا رو پشتیبانی میکنی. به خدا گپ نیست. تو این رو هم کردی. برادر جان. ها بگو. یک گپ رو به تو بگویم. بگو. با فراموش نکرده باشی. چی رو شوکت؟ یعنی اما دورای سروایرونی ده با همین زن آیله‌دار شده باشی و فراموش کرده باشی. هی پسرم، تو بازگشته و برگشته موضوع رو به قفا برده ایستاده ای. در اول این سوال رو پرسیدی، من جواب دادم. تکرارا این رو نپرس. من شوکت با خدا که حاضر با این شرطم در پیشونت میزنم. تمام برادر، رزمیری پایافزارت 53 بود. آیله‌دار شده باشم میگویم که آیله‌دارم. تمام برادر جان، آخی آروم شو. من هم همه رو گفته ایستادم که یک محاکمه کنیم. یعنی محاکمه کرده پرابلم ایت رو حل کنیم. شوکت گم شو با این محاکمه رانیت. تو مگر سرداری که محاکمه رانی میکنی ها؟ سرداری مگر؟ لبه عزیزم. علیو اونال زود به خانه ما بیا. همه کارها برباد شد. چی گپ شد؟ شب هر شونده زهرا آیله دور بود است. نفهمیدم. چطور نفهمیدی؟ آخر شب هر شونده زهرا دامولا زیو بود کو آیله دور بود است. ای اونال وحی شخص زن و کودک داشته است. خیر عزیزم، زود می آیم. بیا. بخیر سردار کمنما شدید. در خزینه پلیس بسیار حجتای تفتیش نشده یافتم. جمع کرده آوردم. تو چی ها میگویی؟ حجت میگویم سردارم. آیا یکم کس از تو حجت پرسی؟ این سردارم، یعنی این حجت ها را یک جا باید تفتیش نماییم. با نقطه سنجی و زیرکی جنایتکارها را از خواب بیدار میکنیم. لوین حاضر به کرسی نشسته یک تا یک رو تفتیش میکنی. اینها را هر گونه خواهی سنجش کن، اما ما را همراه نکن. سردارم خفا نشود، اما شما راستی بعد از دستگیر شدن کارتکلاس عموما به کار اهمیت نمیدی. چی گفتی؟ آخر سردارم بیرون بغیر از کارتکلاس پر از رازان و عاقب پدر است. آنها را ما دستگیر نکنیم کی دستگیر میکنه؟ اوه بابا جان، من با شما فقط میگفتم، اما شما یگان بار گوش نکردید. رفتن نبیرت آن رو با یک آدمی ناشناس دادید، لیکن اونال رو باشد آموختید. بله، درباره شوهرت گپ زده اجنه های مرا بیدار نکن. سردارم من شما رو فهمیدم. باز چی رو فهمیدی لوین؟ شما تا حال با ینگه حله آشنا نشدید، از این سبب قرض از من میگیرید. کاری تو چی؟ کاری تو چی؟ سردارم گوش کنید، زنان مانند کبوترند، چه خیلی قپیدنشون رو باید دانست. اگر فشار آوردی میمورند، اگر آزاد گذاری پریده گریخته میروند. از همین سبب آنها را در حال میانه گذاشتن لازم. بسیار هم سخت گرفتن خوب نیست. تو کیستی که من رو نصیحت میکنی؟ اخلاقی نکن. یعنی نصیحت نیو، من این رو از تجربه حیاتی خودم گفته ایستادم سردارم. چی خیلی تجربه؟ اویله داری مگر؟ من ندارم، خدا خود به نزدیکی زن میگیرم. زن نداری؟ سردار پول قلیل بسیار قیمت است، زورم نرسید. پسرم نه اویله داری نه زن داری، از کدام تجربه گم میزنی به عقل؟ سردارم من تجربه دارم. هر کی نامخت از گذشت روزگار به خدا در حیاتش نمی‌آموزد از هیچ آموزگار. ای تو هم شاعر شدی چهارچشمه؟ سردارم راست گفتید، من شاعر نیستم اما استاد شاعرها هستم. شعر عاشقی در کار شد گپ زد. ای بچه، یگون کس تو رو برای درد سر من روان کرد، تو قصدن اینجا آمدی؟ تاوگی سردارم. ادامت رو گیر. سردارم پگاه جنازه اکای کلتکلش خدا رحمتی است. میگویند که بردا تابوتی را که تو بردارن تابوتی سردارت را. من نمیروم، تو رو، لیکن با دقت باش تا قبرش رو چخورتر کنن. اطاعت سردارم.
برادر تو یک برنامه در هوای تازه گشته آرام شو پیش از کفیدنت. من باشم اینجا کمی به خود فکر کنم. فکر کن تو اینجا فکر کن، من میبرایم. با زهرا گپ میزنم. تمام. به ینگه سلام من رو. علیکم سلام میگویم. به همین هم سلام تو رو انتظار بود. خدا توبه. غضب این رو بین ها. من هیچ چیز نگفتم کو. یاردم ده. بابا جون با کجا؟ تنها بودن میخواهم. کس جومم را ده. مایلش من خودم را هیچگاه نمیبخشم. بابا جون لطفاً این خیلی نگویید. غمگین مشو. تو یگان گناه نداری. همراهتان بیایم خوب است؟ خوبم. تنها بودن میخواهم. نه اویم. نه. می آمدم. نه. مایش. دیدی بابایم چقدر غمگین شد. اگر کمتر گپی اپات رو گوش میکرده این حادثه ها رخ نمیداد. بس هست. کاری شدگی شد. دیگر در این موضوع غم نزنید که سرم رو درگیرید. کاری شدگی شد. شرمنده شدیم شرمنده. آی فرو تو چین قدر بپروا میگردی ها؟ یا خدایا با من چی گفتم؟ چی دهانم رو نکشویم؟ خودم را هیچ نمیبخشم. مادر چقدر به پدرم میچسبه؟ من امروز به همه چیز و به هر کس میچسبم. دومولا زیو رو فریبگر گفتم باور نکردید. اون شخص ساختکاری اصلی بوده است. برای چی؟ اینجا کار نمیکند. از یگان کسی شما کار نمیکند. گذراندید ینگه. گذراندید. خوب کردم. او به کجا میرود؟ از پشت کودکش میدود. شاید. تو چی فکر کردی؟ با خود من طاقت کرده نمیتوانم. این بلاهای به سرمون آماده رو ببین. این زنی به عقل چه خیل همه رو برباد داد. من اکنون با زهرایم چی میگویم؟ خانم زهرا گوش کنید، این حادثه ها با من یگان علاقه نداره. کارو کردی ساخته کن. از پشت تو بابایم قریب میمرد. شخصی بی آر و ناموس دفته تو. نه دختر این خیل نمیزند آخر. به هر حال این طور نمیزند. یا میزند؟ نه زهرا داپلاسیو شما چه خیر با من این کارو کردین ها؟ چه خیر به شما باور کرده بودم. آرزو و امیدهای مرا شکستین. چه خیل این رو با من روا میبینی زهرا؟ ها؟ با من زنی دروغ چه خیل باور میکنی؟ من تو رو دوست داشته بودم زهرا، لیکن تو حتی با عشق من لایق نبوده ای. حیف. چی؟ مرا دوست می‌دارید؟ بله. ملاسیا مرا دوست می‌داشته از شرمندگی. دوست می‌دارم. من دوست داشته نمیتوانم مگر. خیال‌های خودت رو یک طرف گذار. ای پسر خیال‌های بی‌معنا کرده ایستادی. یا خدایا اکنون من چیکار میکنم؟ دوملاسیو شما چه خیلی این کارو با من کردید ها؟
ها؟ این چی گپ است؟ به من فهمونید؟ گوش کنید خانم زهرا، حادثه های این شب رخ داده حقیقت ندارن. اون زن دروغگو ساخته کار است. همه گپ هایش حقیقت ندارن، دروغ هستن. گوش کنید دملوزیو، حیات شخصی شما به من در کار نیست. تنها این رو پیشکی به من فهمونید تمام. من هم با شما گفته ایستادم که اون زن حقیقت رو نمیگوید، همه گپ هایش دروغ میباشن. آن رو اکنون بین خودتون گپ میزنید. چی رو گپ میزنم؟ با کی؟ پگاه با زنتون و میخورید کو؟ نه گوش کنید خانم زهرا، گفتم که اویلدار نیستم. چی خیل زن؟ چی خیل بخوری؟ چی خیل گپ؟ من با او چی گپ میزنم؟ چرا با من باور کردن نمیخواهید خانم زهرا؟ این همش تهمت است. چرا با من باور نمیکنید آخه؟ خیر، چرا ازدواج ساخته رو قبول کردید؟ اول قبول کردید، بعد از فکرتون گشتید، بعد یکی قبول داره میگویید. این فکرهایتان یگان معنا داشتگیست داملازیو؟ مقصد من به شما یاردم کردن بود خانم زهرا. اگر گویید که ازدواج ساخته را به آخر رسانیم، با ما موافق از به آخر میرسانیم، اما فراموش نکنید که واقعه اساسی در اینجا است. من راستگو بودنم را اثبات میکنم. فهمیدید مرا؟ این رو دیر یا زود به همه اهل اویلتون اثبات میکنم. همه اتون میبینید. من هر چیز زودتر این زن رو یافته خودم رو باید سفید کنم. سردو خوابتون برد. خفه نشوید، ناراحت میکنم. خیزف شب. خوابم برد است. زنی تو رو در خواب دیدم برادر. من آن زن رو یافته خودم رو باید سفید کنم شوکت. گپ زن؟ با کی؟ با اون زن؟ من آن زن رو از کجا میابم شوکت؟ گفت اون میخوریم. نگفت که در کجا شوکت؟ در جایی که با اون نکاح کردی. گوش کن شوکت، در عین حال با سر تو خون نرفته ایستاده است. از خواب خستی. میفهمم اگر این خیل دوام دهی آن خونه که در رگ‌هایت میگردن جای جریانش رو نمیابه. به خدا حالت رو در اینجا بد میکنم. نباشد من خاموش ایستم. هرچی بگویی بگو، اما گپ نزنه. من خیر من رو از این خانه راندی یا نراندی؟ شوکت تو چی مقصد داری؟ ها؟ چی مقصد داری عجبا؟ اگر رانده نشده باشه مشکلی نیست. اگر رانده شده باشه پس در یگانج خانه یافتنمون در کار است. گوسفند در فکر جان و قصاب در فکر گوشت. شوکت، از خانه رانده شدن و نشدنمون مهم نیست. من باید بیگناهیم را اثبات کنم. من تا بیگناهیم را اثبات نکنم قدمم را به اینجا نمیگذارم. لباسایم را عوض کرده از اینجا میرویم. یا توبه، رانده شده میگوید به من. نه جای خوب و راحت و گرم را یافته بودم، از برای همین میگویم آخر. زهرا، تو را به اینجا برای یک به یک گپ زدن دعوت کردم. به من همش را از اولش میفهمانی. داملازیا را در کجا و چی خیل شناختی ها؟ بابا جان، شما درباره چی گپ زده ایستادید؟ گپ را تاب دادن نیست. گوش میکنم تو را. بابا جان، گفته بودم که ما در نگاه اول به یکدیگر عاشق شدیم. بابا جان، از روی من شده بسیار غمگین شدن تو رو میدونم. باور کنید از روی من شده به این حالت گرفتار شدن تو رو نمیخواهم. اما چی زهرا؟ اما چی؟ اما یشین است بابا. من به زیا باور دارم.
با دروغ نگفتن زیا باور دارم. درون و بیرون زیا یک خیل است. بیگناه بودنش رو با ما اثبات میکند. به زیا من باور دارم. این مسئله مشکلی ندارد. اگر اهل محل از این بخبر شود پس دختیم. چی خاموشی؟ یگون چیز تو هم بگو. چی گویم برادر؟ وقتی یگون چیز گفتن دهانم رو میپوشی. فکر دارم. چی رو فکر داری شکر؟ حالا آقای اکرم به ما خورو خورده. یا توبه، ما در چی خیال و فلک در چی خیال. برادر هوا بسیار خنک شد. امشب در کجا خواب میکرده باشه؟ بیا در مسجد خواب میکنه. درو شام بخیر. حالا زنگ زود اومدم. درد رو نبینید. البته امشب تو نمیرسیدی. زهرا عزیزم خوب هستی؟ از رویت معلوم. البته که غمگینی. آخر من باورم نمی آید. در حقیقت هم باورم نمی آید. یعنی این دومولوزی ها اویله دار است. ما رو چخیل فریب داد. ما با او چخیل باور کردیم. چی علاج؟ من در باره دومولوزی ها گفتگو میکنم. گفتگو میکرده است. خیلی تو رو کی گفتگو میکند؟ بابا جون از برای خدا این طور نکنید. اون با ما یاردم دادن میخواهد نمیبینید؟ با یگان کمک او احتیاج نداریم. بابا جون لطفاً کمی آروم شوید. لطفاً. عزیزم من میروم. اونال التماس نرفت. بابا این ناحقی است آخر. بله ناحقی. چی میشود؟ بله من تو رو در پایان انتظار میشم. باز در پیش من آمده خود نمایی دارد. گویا دامالله زیا را گفتگو میکرده است. ما گفتگو نکردیم او گفتگو میکرده است. او با آن میلچه خوردش به من گپ نشان میداد اکنون. بابا جون بس است اکنون. اپا جون لطفاً تمام شب با ما چی شدنش رو میدونید؟ میدونم و از دستی کی شدنش رو هم میدونم. من هم میدونم اپا جون. از برای من شد. از برای من تمام. من گناهگارم. عزیزم آروم شو. آروم. زهرا راستش رو هم نگو. هم اویلم آن رو شرمنده کردی هم مرا. و اکنون با من گپ نشان نده کودک. اپا جون گوش کنید. من به زیا باور دارم. با اویلا دار نبودنی او باور دارم. اما من با تو باور نمی کنم. در حقیقت باور نمی کنم. این دومولا خواهری مرا چیکار کرده باشد؟ بس سرم را درد گرفت. بابا تو هم با این دومولا باور میکنی؟ آن مرد یعنی دامولا زیا امام مسجد و دامولا است. درباره آن زن باشد هیچ چیز را نمیدانیم. یکی در حقیقت آن زن دروغ گوید. اگر دروغ نگوید چی؟ ها انا این رو نمیدانم. همش معلوم. یگان چیزی نامعلوم نیست. این هم زنی اشتور است. وای عزیزم التماس خفه نشو. بابایم رو میدونی عصبی نشو. از روی حادثه دیروزی عصبش بسیار ویران شده است. تمام عزیزم تمام. تو غمگین نشو. تو این دومولا زیا رو گفتگو کن. با گپی بابایم اهمیت ندی. تنها به خاطر تو عزیزم. تشکر عزیزم. عزیزم خدا ما رو بخشد.
کجا خواب میکنیم؟ دارم اینجا خواب میکنیم. بی کورپچه؟ بله. خیز کنی خیز پای هایت رو با اون طرف دراز نکن، آنجا قبله است. تو از کجا میدونی که اون طرف قبله است؟ ای شوکت، نماز خوندیم، قبله در اون طرف، پای هایت رو مانند من به این طرف دراز کن. همین طرف؟ بله برادر. این طرف نیمی من نیست. مشکل نیست، یک نگاه کن میفهمی. از اول همین خیلی فهمونی چی میشود برادر؟ شبت خوش برادر. مرگزیده را خواب میبرد و گرسنه رو نه. دعای قنوت را 7 مرتبه بخوان شد. ای شوکت برادر، مانند گربه ای راحت نگذاشتی مرا، لیکن دیدارو در قیامت برادر. با تو هم. بسیار میترسم سیلین، یکی اون زن در حقیقت همسر مولازیو باشه چی؟ بوبایم رو غمگین کردم با سبب خونه ویرانی یک زن دیگر شوم. сафсата нагӯй зӯро ба хонавайронҳои чӣ алоқа дорад? ҳоло мо намедонем ки онҳо оиладор ҳастанд ё ин ки не. ба ман ҳамаашро мефаҳмам зуҳро. чиро фаҳмонам апаҷон? ту бо ин домуло чӣ кор карда истодаӣ? оиладор буданашро медонистӣ? зуд кани бигӯ. апаҷон, ту чӣ мегӯӣ охир? ман ба ту бовар намекунам. агар ту ба ин одам ошиқ мебудӣ, аллакай лайлӣ шуда будӣ. яъне мефаҳмӣ ки шахси дӯст доштаат оиладор аст ва ҳама хел гӯё ҳеҷ чиз нашудааст. мешинӣ? ба худо ки монанди лайлӣ ва маҷнун шудаед. не апаҷон, чунки он зан дурӯғ мегӯяд. аз куҷо медонӣ? чунки зиё ин тавр мегӯяд. ту аз куҷо медонӣ ки зиё рост мегӯяд? шояд ӯ ҳам дурӯғ гӯяд. ту аз куҷо медонӣ ки домуло зиё дурӯғ мегӯяд? ту аз куҷо медонӣ ки рост мегӯяд? ӯ нал дар бораи ӯ кофту коп мекунад. ин лозим аст магар? лозим. мебинӣ чӣ дурӯғҳои ӯ фош мешаванд. яъне ту ҳоло полиси як давлати бузургро барои кофту коби ин истифода мебарӣ, ҳа? бисёр хатои бузург мекунӣ апаҷон, бисёр. ба фикри ман язамро хаста накунӣ. хуб, чаро биязамро барои ин кор хаста мекунӣ? илова бар ин зиё дурӯғ намегӯяд. мебинем натиҷаҳо маълум шаванд. кане ин хел чашмонатро калон шуда гап зада метавонӣ? мебинем апаҷон, зиё ба тӯҳмат гирифтор шуданашро ба ҳама исбот мекунад. ман ба ӯ бовар дорам. ман бовари ҳеҷ кас лозим нест. ту ба фикри ман ба ӯ бовар кардан мехоҳӣ, аммо инро ба шахси 3 рӯз пеш шинос шудаат чаро мекунӣ? чаро ин қадар гап мезанӣ? намефаҳмам. барои ман мешуд ин қадар ҳам намекардӣ. ман бовариамро мегӯям апаҷон. ту ҳам мебудӣ, албатта ман бовар мекардам апаҷон. майлеш, бигзор ҳамин хел бошад. селин, маъфур шудам. селин, тамом нобуд шудам. шунидӣ ӯ чӣ гуфт? язнам домуло зиёро кофту коп мекардааст. агар издивоҷи сохтаи мо маълум шавад чӣ кор мекунам? зӯроҷон, ором шав. домуло зиё ҳеҷ чиз намегӯяд. селинҷон, домуло зиё ягон чиз мегӯяд намегӯям. фаҳмиши язнаам бисёр ҳам боқувват аст. вақте аз ягон чизи хурд шубҳа карданаш маҳв мешавам. азизам, ту ин хел чизҳоро фикр карда ғамгин нашав. чӣ хел ғамгин нашавам? селин, нашунидӣ чӣ хел ғамгин нашавам? азизам, ҳеҷ чиз намешавад. роҳат бош. ором. зан нақшашро бисёр хуб бозӣ кард. ба худо офаринаш. агар ҳақиқатро намедонистам, ман ҳам ба оиладор буданаш бовар мекардам. аммо як мушкилӣ ҳаст. зуҳро ҳоло ҳам ба оиладор будани домуло боварӣ надорад. шумо хавотир нашавед. коре мекунам ки зуҳро ҳам бовар мекунад. интизорам.
من باید آن زن را یابم. اگر نیابم نابود میشوم آخر. اگر زهرا را از دست دهم چیکار میکنم؟ برادر وای من نکن، آرام شو. در این شهر 20 میلیون اهالی است. او را میبخشی برادر؟ از کجا میابی؟ تشکر خانم سیوان. نوش جانتان دامبلو. تشکر زیاد. حیف شوکت، اقلا حاضر نکن. من دردم رو فهمانده ایستادم، تو باشی با دختر نظر داری. برادر عصبهای تو ویران است. برای جنگ کردن قطعی من بهانه میجویی. این دختر زیبا رو چه نگاه نکنم؟ حالا هم گپ میزنه. ده بس کن شوکت. با کجا میروی برادر؟ با طهارت خانه میروم. میایی؟ من طهارت دارم، تو رو. روز بخیر خانم. روز بخیر، خوش آمدی. خوش باشه. با من دامولوزیا در کار. کمی پیش در آنجا با رفیقش صحبت داشت. تشکر. نمیارزد. اوه شوکت بدنفس. اوه آقای کمیسرم چی شده؟ بعد از وفات کلتکلس هدایت یافتی با دامولا صحبت میکنی. چه دامولا آقای کمیسر؟ آیا شما در اینجا یگان دامولا دیده ایستاده اید؟ ای بچه، آن زن گفت که با دامولا نشسته بودی. با کجا رفت؟ کی را میگویی؟ دامولا زیا. دامولوزیا کیست؟ ای بچه تو با من شوخی کردی ساده. کجا رفت؟ ها انا با اون طرف رفت. چی با اون طرف نگاه میکنی؟ استغفرالله کمیسرم، عصبی نشوید. ناگهان سوال پرسیده، فکر کردم که در پرس و پرس سودی هستم. از همین سبب کمی خودم را گم کردم. بخشش کمیسر. چه پرس و پرس؟ آدم بری سوال پرسیدم آخر. استغفرالله کمیسر. ای خدای من از رو که خلاص میشوم. با اینجا از کجا پیدا شد؟ خوب میدانی برادر که کلتکلسی رفیقم نامرد. کم غمگین هستم از برای او. شوکت لابه دامولوزیا در کجاست؟ دامولای در اینجا نشستگی؟ با خدا از او یک سوال پرسیدم، دید که نمیداند، بهانه کرده رفت. چه خیل سوال؟ سوال. ای پسر تو مگر دیوانه ای؟ عقلت رو خورده ای؟ چه خیل سوال؟ چی کمیسر؟ گناه خودکشی کردن به گردن کیست؟ این را از او پرسیدم. کلتکلاس خودش رو کشت کو؟ معلوم عجب با گناه او به کدامی ما نوشته میشده باشد. چرا به گردن من باشد؟ چرا؟ به گردن او است البته. آخر تسلیم میشد خودش رو نمیکشت. مایلش کمیسر، لیکن از یک طرف شما، از یک طرف کنعان دیوانه، او مجبور شده خودش رو به پایان پرتافت. اگر او خودش رو نمیپرتافت کنعان او رو میکشت. گناهش در گردن کنعان است. شما غم نخورید، پروا نکنید. انا چشمه دیوانه هم آمد. سردارم با خیر است که پیش از من آمده. آمدم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ سردارم پرسپورت کردم نماز جنازه کلتکلس بعد نماز پیشین خوانده می شده است در همین مسجد محله. کلتکلس میدونید که با خودکشی دست زده بود. برای همین خواستم در جنازه اشتراک کنم. سردارم شما هم طهارت کرده به جنازه آمدید؟ به جنازه نه، نزد دامولوزیا آمدم. ایمانیده او هم وفات کرد. چی میگویی؟ مرا دیوانه کرده. ای یک طرفی. خانم زیبا میبخشید چایهای ما خنک شد. یک اثری نو چای دم کرده می آورد. از دست شما یک چای میخوردیم. این آدم کی باشد؟ با خدا که نمیدونم اکا. وای لینزه مونده ای؟ کار شما نباشد. رفتیم شوگیر. شوکت
شوکت در کجای 1 ساعت شد فریاد میکنم. آمدم برادر. چی میکنود اونال یک رو؟ تو را تو رو من مردم. مرا تا حال فراموش نمیکنه. همچون کالتا کلاس نی آخیر، همچون داملازیا میجوید. داملازیا رو چکار میکرده است؟ چرا از من میپرسی؟ خودش رو نپرسیدی آخیر که. خیر برادر، بعد نماز پیشین جنازه رو در مسجد میخوانی، پیش درو میشوی. بله زنه. کی گفت؟ اونال گفت؟ نه لویند. یا توبه برادر، اکنون چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ آخرین وظیفه‌مون رو اجرا میکنیم. نماز جنازه خودت رو خودت میگذاری. همین خیلی؟ ها. خیر میکنیم. مجبور. یعنی او بیچاره هم حیات ما رو نجات داد. بله. از روی او از اونال یک رو از کنعان دیونه خلاص شدیم. راست. آخرین وظیفه‌مون رو به جا میاریم. درست برادر. رفتیم. خیر رو آغاز میکنیم. برای کالتا کلاس گریه نکن. آن مسئله علاقه پوشیده شد. بله محترم جماعت، امروز در اینجا همه یک جای با دل پر علم جمع آمده ایم تا شخص با نام کالتا کلاس رو که تمام حیاتش رو به کس تنها به سر برده است جنازه کنیم. میخواهم بفهمم که حقتان رو حلال کرده. حالا در درون این تابوت کالتا کلاسی خدا رحمتی خواب است. بگوید او چه خیلی آدم بود؟ آدمی زور بود. محترم جماعت، چه خیلی آدم بود؟ آدمی خوب بود. حقتان را حلال میکنه. حقتان را حلال میکنه. حقتان را حلال میکنید محترم جماعت. شیری مادرش حلال. خداوند شهادت شما را قبول گرداند. آمین آمین. برای خدا با نماز، برای میت دعا، هر کس با نیت باشد. الله اکبر. با نیت باش، نماز سر شد. مانده های کار. رحمت عزیزم. مادر جان نمیدونید که کی وفات کرده است؟ عزیزم، یک بیکس و بیچاره میگویند از بحر برآوردند گفتند. با فکرم خودکشی کرده است. آقای خلیل همینطور گفت. خیش و تبر نداشته است سپر؟ نه نداشته است. دخترم خوب استی؟ چی شد؟ هیچ چیز نی مادر جان. من لباسی هم روی وست کنم. برای او یک چای دم کنم. یک طرف رو این برادری من از خودم میدونم. استاد حالا هر دویمان تنهاییم. یک سوال پرسم استاد جان. هیچ خیلی تنها. یک اطراف را بنجیری دلت نمیسوزد به من. اقلا به مرده ها دلت سوزد همین حاضر. خاموش باش. برادرم، برادر چخیل در جوانی خودت را کشتی، من را تنها گذاشتی رفتی. تمام برادر گریه نکن. دنیا هممون میمیریم. آخر هم پدر، هم بابا، هم بیبی، همه من او بود. خدا رحمتش کنه. آمین آمین. رحمت برادر. مرحمت اکرم. وای 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 وای، این اکه کانون است کو. اکه دستتان رو بوسم.
بوسه کردنی مرحمت. اکای شما را یاد کردم. وای 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 پسری خوب، کم نبار شده ای؟ همینجا دیم که اکا. کام خورده بیا، جای کارم را دیده ای؟ البته جای کارتم را دیدم. شخصی که مرد خیش تبارت می شود اکای کنعان. خیش و تبار؟ خیش و تبار؟ چه خیر خیش و تبار؟ دشمنی اشدی هم بود. اگر او دشمن شما باشد من هرگز قبرش را نمیکنم. چنگیز این هم مانند تو به عقل است. سخنت را سنجیده بگو وگرنه تو را حاضر نابود می‌سازم. عذر میپرسم. چرا ایستاده ای؟ رم دست شیف رو بوسه کن. کسی که میخواهد دستی مرا میبوسد ها؟ بله شیف بله. با ماشین سوار شو کمتر چخ کنیم. اطاعت شیف. درو گوشو. شیف اویستا دستم رو زیر کردی. ای حیوان سرم را زدم. همه شون بی اخلاند. شوکت 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 این آدم رو از نزدمون کمی دور کن اینقدر نزدیک نشود آخر. ای برادر دیگه گریه نکنه. ای مرد جوی گریست نیست. کشکی تعذاب نتی برادر عزیز. خواهش میکنم برادر خدا از شما راضی باشد. شما در این روز سخت مرا تنها نگذاشته. تمام داملو بخشش حضرت یک چیز از شما پرسم. کلتکرت را خوب گور کردیم خورش را چکور کندیم. مگر ندیدی چقدر چکور گورانده؟ داملوگت در این نیستم. من باید به سردار معلومات دیدم. ده خیلی که خواهی معلومات ده. گپ نیست تمام برادر بیا دیگه بس که گیره میکنی چی فویده برادر عزیز. یک کسل میشه بیمور شد بیا کنیم اکا یک صحبت کنیم چق کنیم. وظیفه همون رو هم بجا آورده مکنون پراکنده شد. استاد در بالای سری مایی دعا نمیکنه. دعا؟ بله استاد. دعا کردن لازم ها؟ هجری تو یکم بار دعا کرده ای؟ نه استاد نکردم اما بسیار میخواهم. بیا در حق این بیچاره و بیکسیم رو تو دعا کن. بیشوخی میگوید استاد؟ پسرم انتظار نکن مرا تست سر کن. خدا از شما راضی باشد استاد که در بالای سر این مای دعا خواندن را بر ذمه من گذاشته. خواهی جماعت آهسته روید. اذكر ما كنت عليه من شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق ونار حق وأن البعث. کجا بودن اکم را نمیدونم. اقلا در چی حال بودنش را میدونیستم دیگر طاقت ندارم. جانم رحمتی پدرت از برای برادرت را همراهمان نگرفتنش بسیار پشیمان بود. من خواستم اما نشد. چندی بعد رحمتی پدرت همه خوابگاه ها را کفت و کوف کرد ولی پیدا نکرد. مادر جان اونقدر مشکل است که اونقدر غم میخورم که فهمانده نمیتوانم. در کجای زنده است میدونم اما عزیزی من کاش که جایش رو میدونستم. من تو را به پیش او میبردم اما نمیدونم آخیر.
به آخرین خوابگاه گریخته وی رفتی، هیچ نشانی نیافتی. مادر جان باید باشد، یگان چیز باید باشد. حتما او را مییابم. من او را مییابم. انشالله عزیزم، انشالله. برادرمه. این توی کلاس؟ خوب هستی برادر؟ خوبم. چی میشد؟ رفتن؟ خوبه. تو رو هم به خاک سپاریدیم ها؟ حالا از اونال هم از کنعان دیوانه هم خلاص شدیم. آرام شدی؟ آرام شدم. چه خیلی آرام. شوکت این کنعان دیوانه دنبال ما رو نمیگذارد. اونال دیوانه باشد ما رو روز نمیدهد. بیزار شدم. دیوانه ها اوف. از یک طرف اون زن، گوش کن، تا اون زن رو یافته گناه دوملازی رو سفید نکنم با من راحت نیست. یا خدایا من با چی کارها مشغول هستم؟ آخر در جایی که خواهرم رو جستجو کنم کاری کرده من رو بین. کی است؟ از اون بیوه پیامک اومد. چی میگوید؟ بخوره میگوید. برادر این دویم مرا چی بس یکون گپ هست. چی خیر برادرم شوکت؟ چی خیر؟ برادر من همراهت میروم. البته که میرویم. یگان نقشه داری؟ مرا گوش کن. تو در زمین خواب میکنی؟ وقتی با یک دیگر تباسم کردن مرا گوش کن. بعد چند اون شخص می آید. اگر به تو سوال دهد دهانت رو نگشای. چه خیلی که من پیشتر به تو فهموندم وقتی من اشاره میکنم دویده او رو آغوش میگیری. میلش بعد مرا بالین پاپا میبره. میلش همین کار را تمام کنیم میرویم. تمام. با من سمبوسه خرید. بس از آخر روستم این قدر میخوری باز نکپی. این قدر چیز را در کجایت جای میکنی نفهمیدم. من سمبوسه خورده کلام میشوم. گبزنی کودک رو بینه. میلش آب رو بینوش. انا اومده ایستاده است. خیر در چیز که نگوی؟ یا خدای توبه باز در برات کودک آورده ای. بغیر از من و تو در اینجا هیچ کس نیست. چی مقصد داری؟ بگو. سر کن سفسطگویی رو به یک طرف گذار. میلش دوملا همش رو میفهمونم. شما اول آرام شوید. بیو پسرم امکت رو آغوش کن. بیو. چی خیلی آغوش گیرانه. کودکت رو یک طرف گیر. این طور نشد. فهمون کنی؟ این خودش چی گپ است؟ دوملا مجبور شدم. وضعیتم بسیار بد بود. با پول احتیاج داشتم. اگر حالا احوالی مرا میدانیدی با این کودک در کجاها گوش نبودش نماندم. زندگی بسیار مشکل است دوملا. باور کنید یک چند بار خودم را کشتنی شدم اما این کودک را کی نگاه بین میکنه. بیا پسرم امکت را تیز آغوش. پسرم چرا آغوش میکنه؟ روید شینید اونجا. این خلاص ناز. نقشه بازیت رو تمام کردی؟ بله تمام شد. اکنون بگو تو این بازی رو برای کی میکنی؟ کی؟ گفتن نمیتوانم. چه خیلی گفتن نمیتوانی؟ با من نگاه کن. چخل گفتن نمیتوانی؟ همش رو فهمم. با خدا مرا زنده نمیگذارند. چی میشود؟ مرا سالم نمیگذارند. التجا میکنم مجبور نکنید که گویم. اما نگر تو رو در این بازی دروغین که استفاده میبرد. تو نگویی نمیروی. خدا من هم نمیشناسم. آخر به نظم آدمشان رو روان کردن پول دادن. بر در نزد کودک ما رو برای گپ‌های قبیح زدن مجبور نکن. کیستن آنها؟ به خدا من گپ‌هایم رو گفتم. وجدانم راحت است. رفتیم پسرم. خدای توبه کردم. هب بلا وجدانی تو. لبه چیکار کنم؟ اون زن رو پای بر. میلش این زن رو کی رو گرفته است؟ باید آموزه. خیر میلش.
کار من حل شد. وقت موندهش در دست شما. زهرا جان، باید همین حجت رو یک جای از نظر گذارم. سلین، من هیچ حالتی دیده ندارم. سلین، به فکر تو این زن چرا دامولا زیا را تهمت کرد؟ با تهمت او باور داری؟ تو باور داری مگر؟ باور نکردم. از کجا دونم؟ خیر میلش دامولا زیا این خیلی کار نمیکند، لیکن او هم مرد است. همه چیز شدنش ممکن. خانم سلین، مهمان داره. تمام حاضر می آیم. زهرا جان تو باز دید. سلین، من به دامولا زیا باور دارم. باور دارم. قهوه بسیار هم خوب شده است. نوش جان بابا جان. من یک به حجرم درایم. می روید بابا. با تلفنتون پیامک اومد. بخیر باشد. بی عینک با چشمانی کورم چه خیلی میبینم ها؟ بابا چی شد؟ بابا اپای نشیده با این چه آقای اکرم، اپای نشیده یوری تجیلی جزنید. اپای نشیده بابا جان با شما چی شد؟ نفس کشید. بابا جان من خود آقای اکرم نفس یوری کشید. تجیلی رو زود دعوت کنید، زودتر. بابا جان یکان چیز گوید. بابا جان التماس آقای اکرم، به خدای آقای اکرم، الو زود یاری تجیلی رو روان کنید. بابا جان تو قد کنید همش خوب می شود. بابا جان التماس با خود بیایید. بابا جان زیا لطفاً دروغ باشد، لطفاً. لبه زورا بابایم. چی؟ بابایم چی شد؟ صورت های آیلوی دامولا زیا را دید. اپا بگویید آخر بابایم چی شد؟ خیر آخر دیگر چی میشد؟ احوالش بد شد و بیمارخانه رفته ایستادهیم. زود بیا آخر.